خدا مرگم به الفت چرا پا برنه؟ یادم رفت گالشا میکنم برگرد مادر برگرد. دور وقته میترسم بریم یه جایی برم. برمونو میبری خود وحظت خود قیافه. بیا بیا. سلام. چشته تو روشن. سلام. بودم آزاده تو حرفسنم که بر بگیرم هستم. بله بفهمید. چشته تو روشن. سلام علیکم. چشمتون روشن. سلام علیکم. چشم دلتون روشن. سلام علیکم. چشم دلتون روشن. سلام علیکم. خوش اومدید جناب. خوش اومدید. سلامتی. خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. الحمد هزار و قل هو الله 10,000. ای جوون کردم به حسار کلیشم دادم دست ملک جبار. خدایا تو نگهدار. خدایا تو نگهدار. داریم مادر. آتیش نداری این نمه کار به پاشه بردوش. خوش اومدید. بفرما بشینید. خیلی خوش اومدید. خدا رو شکر. خیلی خوش اومدید. به حق خدا ایشالله تا آخر عمر صحیح و سالم باشه. کمرم راست کردی. چشمم روشن کردی. شادی به خونم بردی. وقتی برادر تلفن زد و گفت خود یونس بودی و قرار یونس منم آزاد بشه نمیدونی چه قوقایی تو خونم را افتاد. یونس میرجلیلی سال 61 اسیر شده. الهی که هرچی از خدا میخوای خدا بشه بده. یک در دنیا 100 در آخرت عجب ببینی. خواهش میکنم مادر. فقط یه سوالی. گفتین سال 61 اسیر شده. 61 تو ولفج مقدماتی همین که رفت جبهه تو خط مقدم تو ولفج مقدماتی اسیر شد. یونس میررحیمی؟ نه یونس میرجلیلی بچه‌مه. یونس میرجلیلیه. بله ناامیدت نکنم مادر. او یونسی من میشناسم سال 64 اسیر شده. فامیلیش هم میررحیمیه. میرجلیلیه؟ دی دیروز یه جوان زنگ زد گفت خود یونس همبند بوده. یونس منم قرار آزاد بشه. گفت دیدینش؟ بله چی بگم مادر؟ بله او یونسی که من میشناسم فامیلیش میررحیمیه. رفیقم بوده ولی سال 64 اسیر شده. حالا بذارید من برادرم حسن صدا بزنم شما ببینینش. بچه ها این حسن صدا کنید. حسن کو بیا برادر. جونا این حاج خانم چی میگن؟ سلام خوب هستن. سلام علیکم. میگن که شما دیرو از طرفه من زنگ زدین برشون گفتین که بچه‌شون خبر دارن. بله خیلی خوش اومده بالاخره اومده. چشم روشن باشه مادر جون. خراب کردی حسن. چرا؟ چطور خبر اشتباه دادی به مردم؟ نگاه کن این مادر کشیدی از اونجا تا اینجا امیدوار کردی آوردی. من کی گفتم میرجلیلی؟ خدا من فقط خدا شاده نیت خیر داشتم. شمارشون از کجا آوردی؟ بسیج